خب رنو یه طراحی کرده اصلا خارمار نداشته عقب میلنگ فلان، ولی جوری طراحی شده انگار شاتون شکسته. اینجوری میشینه رو هم، ولی اگه برعکس ببندی اصلا نمیشینه، میبینی یا درزش باز میمونه. این طراحیه، فکر این. بعد یه نکته فنی هم که داره، پیستون جهتش برعکس ماشین ایرانیه. پیستون باید جهتش به سمت گیربکس باشه، به سمت تصمیم تنگ نباید باشه. این نکته فنیشه. انگار بسته شده اینجا قشنگ میمونه، ولی اگه این وری بذاری چطوری میشه؟ اینو بفرست به دوست تازه کارت. ابرگوتم فرمول ساده است ولی هیچ کس بلد نی. نمیتونم بزنن منو، بود کیفورم شکمم تتو. یه شب کابوس دیدم یه جهنم و نمیپرستم هرچی که بپرستنو. خب این نکته فنی میخواستم بگم. بعضی از دنده های میلنگ که زنجیر اویل پمپ روش میفته خار نداره، با بستن فولی سر میلنگ زنجیر صفر میشه و با میلنگ میچرخه. اگه پیچ سر میلنگ شل بشه در اصل ما اویل پمپ نداریم، یعنی هرز میچرخه. این نمیچرخه، میلنگ میچرخه، روغن نمیرسه بالا، ماشین اتاقا میزنه. میگم عجیبیم عجیب میکنیم یا تو هم نپریدی. اگه با ما فرندی تبلیغ ترندی شما میدی مکسی بگو کی قایده مثل ما این شکل. دوستم دارم میرم توی شهر، من دوستم دارم میرم توی شهر.
فرابیل L90 اونجایی که خار نداره، خب خار تنظیم نداره، باید فرابیلو بچرخونی تا 6 تا پیچ رو بری هم قرار بگیره. 7 تا پیچ، 1 2 3 4 7 تا پیچ. اصلی که نیست، انشالله که کار کنه. معلومه کار ایرانه. اینجا اینی که تراشکار خار سوپا و قشنگ اینجا نزده و اینکه خوب شد دقت کردیم دیگه. اگه اینو نمیدیدیم، توجه نمی‌کردیم، معلوم نبود چه بلایی سرمون میومد. به تراشکارتون اطمینان نکنید، خودتون چک کنید. خب اینجا تایم جلوی L90 داریم که 2 تا نیم دایره روی میلسپا باشه، یه نیم دایره کوچیک و یه نیم دایره بلند. معمولا نیم دایره بلند رو میندازم بالا مکانیکا، ولی من جابجا کردم، هیچ فرقی نمیکنه چه 2 تا نیم دایره کوچیک بالا باشه چه 2 تا نیم دایره بلند بالا باشه. الان تایمو میذارم و میبندم. خب اینجا هم وایره خراب داریم
ببینید که ترک خورده. این هم وایرس نو. این اورینگ های منفی بود. زمانی که خیلی خوش میشه هوا میکشه، زمانی که اینقدر خوش بود زبونم بند اومد. اما کن وقتی اورینگ اینقدر خوش بشه ماشین هوا میکشه، وقتی هوا بکشه دور آرومش بد کار میکنه. بخصوص به رفیق تازه کاره. خیلی خوشگله. خیلی